سلام، من پارسا زیما ام و به ویدیو امروز خیلی خوش اومد. این ویدیو برعکس تمام ویدیوهای داخل یوتیوب هیچ موضوع خاصی نداره. یعنی این ویدیو بدون موضوع ارائه میشه و اصلا خودم هم نمیدونم قراره چیکار کنم. شاید از اینجا تا انقلاب پیاده رفتیم، شاید هم رفتیم توی کافه، اصلا خودم نمیدونم دارم چیکار میکنم. و این ویدیو رو دارم برای این میگیرم که اول از همه خودم با خودم راحت‌تر باشم، با دوربین راحت‌تر باشم و با شما راحت‌تر باشم. و امیدوارم که شما لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت بذارید تا منم بتونم انرژی بگیرم و با قدرت بیشتری ادامه بدم. مرسی. خونه زدم بیرون. الان هدفمون اینه که یه کافه پیدا کنیم و بریم ببینیم چی دوست داریم بخوریم. یعنی اصلا من تا حالا کافه نرفتم تنهایی و حتی نمیدونم قراره چی بخوریم. و یه ذرم معذبم چون تا حالا تو زندگیم یه چیزی که اندازه دست و پای خره رو نگرفتم دستم و ویدیو بگیرم. امیدوارم این ویدیو اونجوری که میخوام پیش بره. برو بریم. خب من یه کافه پیدا کردم که اجازه فیلم برداری دادن بهم و خیلی حال کردم. این چقدر باحال. این کافه حتی نمیدونم اسمش چیه و داخل یوسف آباد کاج شمالیه. حالا بریم سفارش بدیم بیاد ببینیم چی اصلا سفارش بدیم. نمیدونم چی دارم. یه چیزی پیدا کردم که بتونم سفارش بدم. آیس لات. اصلا نمیدونم چی هست، هیچ تصور ذهنی ازش ندارم ولی عکسش توی منویی که اسکن کردم بود. بریم ببینیم چجوریه. بیاد بهتون نشون میدم و حتما با هم تستش. من سفارش دادم. حالا تا بیاد اینجا فضا خیلی باحاله. پنجره داره و یه جایی خلوت و گوشه رو به من دادن چون من واقعا هیچ وقت عادت نداشتم یه چیز خیلی بلندی رو بگیرم دستم و باش فیلم برداری کنم. الان واقعا داره بهم فشار میده. چند نفر اینجا نشستن و من خجالت میکشم ولی خدا شکر پنجره هست و دوربین. خودم هم تنها، هیچکی نیست. خودم تنها اومدم کافه و من هیچ وقت عادت نداشتم برم کافه حتی با دوستام. یعنی بیشتر سعی میکردم تو خیابون بگذرونم تا تو کافه ولی دیگه مجبوریم. نمیتونم خیابون بچریم. یعنی چون دوربین دستمه خجالت میکشم. یعنی برم توی سوپرمارکت بگم کیک و نوشابه بده بخوریم. باید چوسی تولد گرفتم و من دوست داشتم فضای اینجا رو فیلم برداری کنم ولی روم نشد اجازه بگیرم که بگم اجازه است فیلم برداری کنم یا نه. و اصلا نمیدونم داره چه اتفاقی میفته. امیدوارم که ویدیو خوب و خوش تموم شه. سفارش منم آوردم و برعکس چیزی که فکر میکردم خیلی گنده است. آیس لط هست این. حالا با هم بزنم. من نمیدونم چیکار کنم. هم زدم چی میخوایم بخورم. من الان نهار خوردم دستی. میدونم چرا مردم شبا میان کافه مثلا بعد از مثلا 6 به بعد میان. اینو واقعا نمیشه سه خورد. زد بکنیم تلخ. خیلی تلخ. 200 تومن پول 200 تومن پول دادم. تلخه. خودم بلد نبودم به اینا چی رفت. شکر میشه گره من همون رو شکر بگیم. آقا به ما شکر میدید ات نداره دیگه. میخوریم بره جایی که غم نره. یعنی میدونه امیدوارم اینجوری باشه. امروز اینجا صدا رو داشته باشه. شاید یه آیس میگرفتم. آیس آره دیگه. اگه آیسشون رو میگرفتم شاید خوشمندتر کنم. مثلا شاید شیر چون هر چیز سفید بود شاید بکنم شیر. چیز دیگه که نمیتونم میام کلون ببینم هوا لذت ببرم. چقدر خوشمزه ویوش خیلی خوشمزه خودش. از این وقت سهار از این ور می‌گیرم.
این بر صورت هم رجوع نه دیگه. دماغ خوشگل است. دوست داری؟ بریم بزنیم اینو برم آخرش فرضی که میگم ببینید حالم چقدر باید بگم متاسفانه برای تا تهش خورم چون 200,000 تومان پول داده بودم 200,000 تومان پول داده بودم نمیتونستم نخورم دیدی نمیتونستم برم خونه ببخشم خیلی حال داد و اینجا رو پیدا کردیم با هم ویو رو 10 بار گفتم نه اب نداره شما هم لذت این ویو به این خوبی آخه این کافیه ویوش خیابون باشه همه کافه ویوشو پیجشون رو براتون میذارم اگر دوست داشتید حالا بالا تکای دوست دارید بکنید ما برسیم یه جا ببینم میتونم ویدیو بگیرم یا ببینیم مثلا کجا میخوام برم نمیدونم شاید رفتم سوپرمارکت کیک خرید تو گشتم هم نیست نمیدونم اصلا واقعا حسودیم شد به یوتیوبرها و اینکه چجوری ویدیو میگیرن اصلا چجوری این همه ایده پیدا میکنن بعد بیان ویدیوش میکنن بعد مثلا صحبت میکنن تو حالا من چی بگم مثلا دارم میرم یه جا دیگه خب سلام دوستان من دارم میرم یه جا خب برو به سلامت ولی ما خیلی بالا میشینیم نگاه میکنیم من خودم به شخصه میشینم نگاه میکنم کامل و عجیبه واقعا عجیبه ببین انشالله که ما هم میتونیم کلمه پیدا کنیم و تو این راه بهتون بگم ببینیم واقعا تلخ بوده یعنی واقعا اشتباه بزرگی کردم و امیدوارم دفعه بعد یه چیز درست سفارش بدم و یه چیز شیرین سفارش من اصلا قهوه هم نمی‌خورم رفتم قهوه سفارش دادم چوسیه دیگه چوسیه عالمی داره چیکار باید کنیم الان کجا برم بچه‌ها اینجا تعویض روغنیه خیلی تعویض روغنی خوبیه برید اینجا روغنتون عوض کنید روغن دوست داریم همه دارن نگاه میکنن و من اولین بارم هم چنس دارم تا حالا تو خیابون ویدیو نگرفتم و امیدوارم که بتونیم ردش کنیم بچه اینجا موز میفروشه بیاد الان ازشون موز بخرید اینجا موز داره نونوایی امیدوارم نون بخرید ازشون خودتون برید نونوایی پیدا آقا چی دارم میگم بریم اینجا برسیم ببینیم چیکار کنیم شاید رفتیم پارک بریم سرسره بازی من موفق شدم پارک پیدا کردم اینجا میدون سلماس توی یوسف آباد نزدیک جوان و اصلا پارک دیگه آقا سرسره داره بریم سرسره بازی امیدوارم صداش انقدری که من دارم میشنوم بد نباشه سرسره داره بریم سرسره داره ولی این سرسره اصلا اینجوری بگیرم هم اندازه کمر منه یعنی این کم بذار شما رو بدم برید بالا امکانات رو ببینید خیلی آفتاب هم تو مثلا میگم هیچ بچه نیست آخه توی آفتاب فقط منم اولاق میام بریم سرسره بازی خب کدوم انتخاب حاجی سرسره همقدر دارم خب این داداش از کجا فهمیدی خب همقدر منه این سرسره جایی که من سوار میشم همقدرشم مثلا این یه دونه اینجا نارنجی هست اینجاست این من تا کمر منه من چرا اومدم اینجا اوه سنگ نوردی داره بذار چیکار کنم هیچ کاری نمیتونم کنم سنگ نوردی داره ولی خیلی داغه یعنی نه ببین اوه از این هم داره ولی اینا من بارفیکس نبود اصلا بارفیکس ببین چیه این چرا اصلا اینا به چه درده چجوری استفاده میکنن درست شما رو بذارم این تهه اینجا بهترین جا سلام
سیج. کاش یه کار دیگه میکنی مثلا اینجوری مثلا اینو بگیریم دستمون بعد داغه. خب آفتاب تومه بیا اینجوریه همینو میگیری میری بس تست کنیم مثلا نه میگیری خب هم مثلا پا شما نمی مثلا فیلم برداری رها شد. من فیلم بردار داشتم رفیقم نیومد داشتی. اگه این ویدیو رو میبینی ویدیو بعدی بیا. میترسم بگم خیلی آدم خوبی نیستی و شاید ویدیو بعدی نیومد و الان من کی میخواد از من ویدیو بگیره. یه رفیق بیشتر ندارم اونم حالا انشالله بعدا باش آشنا میشید. امیدوارم که آشناییتتون خیلی خوب تموم شه. آقا اینجا رو بخیال شد دیگه. اوه کولاک شد. آقا شاید تو دوربین نیفته ولی اینجا واقعا داره میچرخه ایشه. آقا طوفان شد. نگاه بای منو وسط تابستون ساستی بعد از دوره. بچه اینجا یه دونه سرسره پیدا کردم که همون نارنجی هست که بهتون نشون دادم و من فقط یه پا موند. بذار اینو بدم بالا اینجوری بدون میره بالا. شما بالا ببینید واقعا اینی که من دارم ببینم چرا من استوب نمیکنم. آها ببخشید زر رفیق بجه ولی واقعا شما دارید منو این همقدر منه مرد گنده. این همقدر نگاه کن. این نزدیک به باسن هم بچه چون همه دواتون راحت نیستن نزدیک به باسن هم. ولی حالا بعدا که راحت شدیم از کلمات دیگه ای مثل متحت استفاده. حالا که همه سوار شدیم این آبی کوچولویی که اولش اون برم این دوتایی هست ولی اونو قطعا دیگه مورد بخشش خدا. سرسره بازم اینا واقعا شبیه چیزا خوبی حالا عیب نداره دیگه. حاجی چیکار کنیم بریم پایین تر ببینیم به کجا میرسیم. با ما همراه باشید دوستان. بچه‌ها رسیدیم میدان جهاد. البته شما برعکس میبینید. ای بابا دوستان چیکار کنیم؟ من مجبورم خودم ببینم مگر نمیدونم شما منو چجوری میبینید. یعنی من میدونم شما منو چجوری میبینید. بچه‌ها یا لبه گاتوری اینجاست. نگاه کن. میبینی گاتوریا رو؟ من میرم نزدیکش فرار میکنه. آب داره. آها باشه صد تمیز نیست ها. اینه مثلا بذارم صورت هم ممکنه انگل پوستی بگیرم ولی فردا سرتون بابا آب خونک آب شفا میده. وای چه بود عیب نداره. ببینید یه عالمه گاتپوری اینجاست. مهم اینه گاتپوری. ببینی گاتپوری ها رو داره حرکت. گاتپوری نرو با گوشی زد تو سری. اوه فکر کنم نباید میومدن اینجا. آجی گاتپوری ها همه رفتن بی گاتپوری شدیم. نه میرم میشینم اونجا. نمیدونم اینجا اصلا اوه پر گاتپوری ها ماشاءالله شکم ها کارا. اوه فکر نداره دیگه. بچه ها یه بنر بزرگ اینجا هست دارن عوضش میکنه. عوض پارش کردن. پاره شده. نگاه کن یه بنر اینجا بود خیلی بزرگه دست من بعد الان چیز شده با این بادی که اومد گفتم داریم کور میشیم. با این باده پاره شده فکر کنم. شاید خودشون کندن. فکر نکنم خودشون انقدر بد بکنن. یعنی میرن در میارن دیگه. نگاه بالاش مونده یه تیکه اون بالا مونده بقیه‌اش از اون کنده افتاده پایین. این افتاده تو این اینجا جهاده. یه چیزی از یارو پرسیدم میدان فاطمی کجاست؟ ما میدان فاطمی نداریم. خیابان فاطمی میدان جهاد. پس میگفتم مثلا میدان فاطمی اشتباه بود. میدان جهاده. اونجا جهاد کردن. حاجی البته شما که نمیتونید بخونید میشه خطر برق گرفتگی و غرق شدن. حاجی اینجا یارو میشه غرق شه.
حاجی این میخواد عمق سنجی کنم، بذار عمقشو بسنجم. میاد خب ببین این دست من میره داخل، رسید کف، کلا تا ساعد منه. چی غرق میشه اینجا؟ کدومش؟ ای بابا نباید خوش بیارم تو اینجا. نداره آخه، کی اینجا غرق میشه؟ خطر غرق شدگی. رو دستامو شستم غرق نشدم. امیدوارم غرق کاراتون بشید بچه. امیدوارم غرق در زندگی چیزی ندارم بگم دیگه. میخوای برگردیم خونه؟ خیلی راه اومدم، خیلی تا برگردیم خونه. البته همیشه این راه میام. اینجا نزدیکترین مترو بهمون مترو جهاده. حاجی همه کفتران رفتن، او همه تو آسمونن. میبینی دارن میرن. هیچ کدوم دیگه پیشم. حاجی اینجا صدای من اصلا داشتی حالا؟ چون پر از صدای من، خودم صدای خودم ندارم. شما چیه صدای من؟ بریم ببینیم چی شده. ببینیم واقعا پاره شده. خدا میریم دیگه. نمیرم قطع کنم چون ممکنه حواسم به دوربین باشه یهو ماشین بزنه جوون ناکام بشه. حاجی اینجا هم از اوناست که غرق میشه. اینجا غرق میشه. عجیبه. کلا بذار حساب کنم. اینو حساب کنیم مثلا 20 سال، اینم 10 سال، میشه 30 سال. بچه که به دنیا میاد، میان قد بچه‌هایی که به دنیا میاد بین، من خودم 52 بودم فکر کنم، شاید 51. ولی حالا میانگین میگیریم 35 سال. یعنی بچه نوزاد هم به نظر روش فرق نمیشه. قد بچه نوزاد از اون بلند. حالا بریم ببینیم اونجا دارن چیکار میکنن. فکر کنم خودشون کندن یا شاید همین الان رفتن بالا آوردن پایین. بریم ببینیم. خدافظ. مثل اینکه نباید فیلم گرفتن، یعنی گوشیمو گرفتن و گفتن برای چی داری فیلم میگیری تو خبرنگار؟ حالا ما که نگرفتیم، اصلا قرار شما ببینید اون فیلمو، ولی خب ما که خبرنگار نبودیم فیلم، ولی ببینیم پاره شده. یعنی جنس بندراشون خوب نیست، شما بدونید دیگه. آره گفتم برای چی داری فیلم میگیری؟ ما تو خبرنگاری. گفتم مگه خبرنگار انقدی داریم؟ کدوم خبرنگاری با دست خر میاد فیلم برداری؟ با کدوم خبرنگاری با گوشی؟ حالا زیاد اینا اصلا اهمیتی نداره بچه‌ها. ببینید مهم اینه که من و شما بدونیم خیلی آدمای، مهم اینه که من و شما بدونیم که ما آدم هایی یعنی صدای خشخش میگه گوشیم هنگ کرد. مثل این که باید برگردیم چون گوشیم گرمشه. من که اصلا پارم اصلا. این گرمشه ببین من چیم. تو که این که فلز اصلا نداره. حالا ویدیو رو قطع کنیم تو راه بازم میریم از اون پارکه رد شیم. یه دور دیگه سرسره بازی، نه دیگه سرسره کردیم. چیکار بریم خونه دیگه. میریم پرواز خونه دیگه. ممنونم که این ویدیو رو دیدید و امیدوارم لذت برده باشید. مرسی تا اینجا اومدید. اگر تا اینجا اومدید لایک، کامنت، ساب حتما فراموش نشه و حتما در ویدیوهای آینده یه عالم ویدیو خفن داریم. ما هم شروع می‌کنیم، ما هم موفق میشیم. فقط به کمکتون نیاز داریم. کمکتون نه اینکه کاری انجام بدید، حمایت کنید. ویدیو میذارم ببینید، لایک کنید، کامنت بذارید. اینا میشه حمایت از طرف شما و کاری که من انجام میدم جواب اون حمایت رو با تولید محتوای خوب میدم. این ویدیو هم این چیزی نبود که بگم واو چه ویدیویی گذاشتم و اینا. قراره با یه ایده خیلی ساده گذاشته بشه. قراره کار آنچنانی روش نکردم. فقط دلم خواست ویدیو بگیرم، دلم خواست باهاتون صحبت کنم. مرسی که تا اینجا اومدید. خداحافظ.